الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 49 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. البته در این حلقه هم موضوع ما از چندین مسائل است که تعلق به اخلاص دارد. پس بارک الله فیکم، اولین مسئله این است که علاقه اخلاص به باقی مانده از شرط های صحت لا اله الا الله چگونه است؟ باید دانسته شود که اخلاص و صدق به همدیگر به نهایت مناسبت و رابطه زیج و سخت دارد. برای همین بعضی از علما میگند صدق این اصل پیدایش اخلاص است. وقتی که صدق است اخلاص به وجود میاد و علما اینچنین میگن که عادتاً اخلاص و صدق پیدا کننده هر دو یکدیگرند. اخلاص صدق را و صدق اخلاص را پیدا میکند. اما باید دانسته شود که در بعضی حالتها انسان یک مرد مخلص می شود اما عمل را به جا نمی آورد، اما محبت را شرط محبت را به جا نمی برد، محبت توحید در وی وجود ندارد. و این چنین یک انسان صادق می باشد اما صادق یعنی اخلاص را به وی نداده است. صادق است اخلاص ندارد یا که مخلص است و صدق ندارد. سبحان الله. برای همین علما میگند فلیس کل کفر الکفار مرجعه عدم الاخلاص. برای همین همه کفاری که در کفرها دیده می شود مرجع است، بازگشتش به اخلاص نیست، از نبودن اخلاص نیست. یعنی همه کفر سبب همه کفرهایی که در انسان ها هست بازگشتش مرجعش این نبودن اخلاص نیست، بلکه بعضی از کفار سبب کفرش به نفاق باز می گردد که این نبودن صدق است و بعضی از کفار سبب کفرش به بغض باز می گردد که این نبودن محبت است و بعضی اونها سبب امتناع تولی اعراض است و استکبار است، کبر است که باز می گردد به نبودن انقیاد. سبحان الله. پس ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که والاخلاص والصدق كل منهما یثمر الاخر و یقتضیه. اخلاص و صدق هر یکی از اینها یکدیگریش را چی میکند؟ به وجود می آورد و همدیگرش را در معنیش دارد. اخلاص و صدق یعنی در درون خودش همدیگریش را یکی اش دیگرش را در معنیش دارد. وقتی که اخلاص میگوید در اخلاص معنای صدق وجود دارد، وقتی که صدق میگوید معنای اخلاص وجود دارد. بارک الله فیکم. پس اما وقتی که نظر میکنیم میبینیم که در بعض حالت یک انسان مخلص میباشد اما صادق نیست، صادق است و مخلص نیست. به خاطر همین گفته می شود که اخلاص و صدق به همدیگر علاقه سخت دارند، رابطه و به نهایت نزدیک است اما از همدیگر جدا است. بارک الله فیکم. پس گفته می شود که اخلاص و صدق هر دوش در حالت جمعشوی از خودش ثمره می دهد. میوه اخلاص و صدق این انقیاد است، استسلام و متابعت است. اگر کسی که بگوید که من اخلاص دارم، صدق دارم اما عمل نداشته باشد، انقیاد نداشته باشد، استسلام نداشته باشد، متابعت پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشته باشد، فهمیده می شود که اخلاص و صدقش این دروغ است. بارک الله فیکم. پس عبرت در حاصل شدن اخلاص شرعی چیست؟ عبرت حاصل شدن اخلاص شرعی این به وجود آمدن بقیه شرطهای لا اله الا الله است و در رأس همه اینها انقیاد. یعنی کسی بگوید که من به وجود داشتن اخلاصم را از کجا میفهمم؟ از کجا میفهمم که من اخلاص دارم؟ ما میگیم بارک الله فیک، علامت اخلاص تو این انقیاد است. انقیاد یعنی پابرجا بودن
به عملهایی که الله سبحانه و تعالی امر کرده است، پابرجا بودن به امرهای الله و ترک کردن نهیهای الله. و انقیاد شرعی حقیقی مستلزم میداند، ضرور میداند که باقی مانده از شرط ها به وجود آید و رأس باقی مانده از شرط ها این اخلاص است. بارک الله فیکم. پس این بود علاقه اخلاص به باقی مانده از شروط ها. و این چنین مسئله دیگر علاقه اخلاص به انقیاد و قائم بودن اسلام بر هر دوی همین چیز. باید دانسته شد که اخلاص و انقیاد چگونه ای که بیان کردیم هر دویش این از شرط های کلمه توحید است. شرط از شرط های کلمه توحید است. و هر دوی این کلمه اخلاص و انقیاد یکی اش دیگرش را ملزم می‌داند. وقتی که اخلاص آمد باید انقیاد باشد، وقتی که انقیاد آمد باید که اخلاص باشد. یکی اش به دیگرش صحیح نیست. اگر اخلاص باشد و انقیاد نباشد اخلاص صحیح نیست، اگر انقیاد باشد و اخلاص نباشد انقیاد هم صحیح نیست. پس از وجه علاقه اینها چگونه است، از کجا به هم دیگر ماننده است؟ علما میگن اسلام بر اخلاص و انقیاد قائم است. بارک الله فیکم. یعنی اخلاص این چیست؟ عمل را به خاطر الله انجام دادن و انقیاد عمل را به جا آوردن. یعنی تمام عمل را به جا می آورید و همین عمل را به خاطر الله انجام دادن اخلاص است. عمل را انجام دادن انقیاد، عمل را به خاطر الله انجام دادن این اخلاص است. بارک الله فیکم. پس هر کسی که عمل را انجام می دهد و اخلاص ندارد این مشرک است. هر کسی که عمل دارد و اخلاص ندارد این مشرک است. و هر کسی که اخلاص دارد اما عمل ندارد، انقیاد ندارد، پس این مستکبر است، ممتنع است و هر دوی حالت به انسان کافر است. کسی که عمل را به غیر الله انجام میدهد، عمل دارد اخلاص ندارد، یا که کسی که عمل دارد و اخلاص ندارد، یا کسی که اخلاص دارد و عمل ندارد، در هر دو حالت این چنین انسان کافر میشد. پس هر دوی این اصلی است که یکی از اصلهای بزرگ است و لا اله الا الله به هر دوی همین اصل باز میگردد. بارک الله فیکم. پس از درون شرط های لا اله الا الله چه خیلی که بیان کردیم، علاقه اخلاص به انقیاد و علاقه اخلاص به صدق بین هم سخت است. اولا علاقه اخلاص به صدق و دوما علاقه اخلاص به انقیاد. بارک الله فیکم. پس از همین جهت فهمیده می شود که کفار به دو قسم تقسیم میشند. کافرهایی که اصلا الله را نمی پرستند و این چنین غیر الله را نمی پرستند. بعضی کافرهایی هستند که الله را هم نمی پرستند، غیر الله را هم نمی پرستند. این یک نمود کافرها. و کافرهای دیگر این کسانی هستند که الله را می پرستند در گمراهی، الله را می پرستند اما غیر الله را هم می پرستند. سبحان الله. پس اولین قسم هر کسی که الله را نمی پرستد و غیر الله را هم نمی پرستد این کافر است. و اما کسی که الله را می پرستد و غیر الله را این چنین می پرستد این مشرک است. اولین کس که الله را نمی پرستد و غیر الله را هم نمی پرستد این انسان متکبر گفته می شود، مستکبر گفته می شود، ممتنع گفته می شود. کفرش کفر استکبار است، کفرش کفر ممتنع و تولی و اعراض است. و این کافر را گفته می شود فاقد للانقیاد، انقیادش را ترک کرده است، انقیاد ندارد. فاقد الانقیاد والقبول والصدق والمحبه. و گروه دیگر که الله را عبادت می کند اما غیر الله چیزی دیگر را عبادت می کند، این را گفته می شود مشرک و ترک کننده اخلاص. پس هر کسی که الله را عبادت نکند و غیر الله را عبادت نکند این کافر است. کافر اما مناط کفرش، سبب کفرش متولی، متکبر و ممتنع و این کفر اعراض است. و اما هر کسی که و این سبب کفرش از سبب پیدا شدن کفر است، از سبب ترک انقیاد، ترک قبول، ترک صدق و ترک محبت است. اما کسی که الله را بپرستد و غیر الله چیزی دیگر را بپرستد این انسان مشرک است
و فاقد اخلاص است. از بودن نبودن اخلاص است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند: و اما الاخلاص فهو حقیقة الاسلام اذ الاسلام هو الاستسلام لله لغیره لا للغیره. اما میگن اخلاص این حقیقت اسلام است، زیرا که اسلام این استسلام تسلیم شدن بر الله نه به غیر الله است. پس برای همین اخلاص این حقیقت اسلام است. پس هر کسی که تسلیم به الله نشود، به تحقیق این انسان تکبر کرده است، و هر کسی که تسلیم به الله شود و این چنین تسلیم به غیر الله شود، به تحقیق مشرک شده است. ببینید شیخ الاسلام تیمیه خیلی سخنی زیبا میگن: هر کسی که تسلیم به الله نشود این متکبر است، و اما هر کسی که تسلیم به الله و به غیر الله شود این انسان مشرک است، و هر دویش هم چی است؟ کافر است. هر دویش هم کافر است. از کبر و شرک که ضد اسلام است میبینید که هر دویش هم کفر است، شرک و کبر. بارک الله فیکم. علما میگویند: النیت قدر زائد علی الاخلاص. نیت از اخلاص دیده یک قدر زیادتر است. نیت قدر زائد از اخلاص است. زیرا که میگن نیت چیست؟ نیت این قصد الله و اراده وجهه و العزیمه علی طاعته. نیت سه چیز است. قصد الله است. قصد الله یعنی قصد کردن الله، و تنها خواستن وجه الله، و عزیمه کردن به طاعت الله، حرکت کردن به طاعت الله. یعنی سه چیز: قصد کردن الله، خواستن الله و حرکت کردن به طاعت الله. این را نیت میگن. چخیلی که ابن رجب حنبلی در کتاب شرح 40 النووی جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من حدیث النبی صلی الله علیه و سلم میگن: النیت فی کلام العلماء تقع بمعنیین. نیت در کلام علما به دو معنی واقع می شود. احدهما تمییز العبادات بعض عن بعض كالظهر عن العصر، وكذا تمييز العبادات عبادة عن العبادة كالغسل الذي للجنابة والطهارة وغسل التبرد. یعنی عبادت بر دو معنی می آید. معنی اول میگن برای جدا کردن عبادت ها بعضیش از بعضی دیگرش، از هم دیگرش، به مانند ظهر از عصر جدا کردن. یعنی عبادت برای جدا کردن، یعنی نیت برای جدا کردن ظهر از عصر، یا که عبادت دیگر، مثلا عمره از حج، حج از عمره، یا که روزه نفلی از روزه فرضی، و این چنین برای جدا کردن و تمییز عبادت از عبادت دیگر، به مانند غسلی که برای جنابت گرفته می شود و غسلی که برای فقط سلقین شدن و تبرد گرفته می شود. و این یکمین معنای نیت است که نیت را اولا برای جدا کردن عبادت ها استفاده برده می شود، و اما این عادتا در باب فقهی این چنین استفاده کرده می شود. نیت چیست؟ وقتی که به یک فقیه میگوید که نیت برای جدا کردن و فرق گذاشتن بین عبادت ها استفاده برده می شود، و این کلام فقها است. و معنی دوم نیت به معنای جدا کردن، تمییز المقصود بالعمل، جدا کردن مقصود به عمل است. و هل هو الله وحده لا شریک له ام غیر الله سبحانه و تعالی. یعنی نیت، معنای دوم نیت این است که جدا کردن مقصود است به عمل. یعنی به عمل شما مقصد را جدا میکنید که همین عمل شما بکیست، مقصد شما از همین عمل بکیست، به الله است یا غیر الله؟ به الله. پس همین نیت است. همین نیت هست که به نهایت علمای زیاد در همین موضوع صحبت کردند، و همین نیت در کلام سلف وجود دارد. وقتی که از علمای سلف شما میخوانید یا میشنوید که اونها میگویند نیت، در موضوع نیت صحبت میکنند، دانید که نیت به معنای دومش است، نه به معنای اول. معنای اول نیت به معنای جدا کردن، تمییز، یعنی فرق گذاشتن در بین عبادت ها، به مانند ظهر را از
مثلا پیشین رو از نماز عصر یا که نماز مغرب رو از نماز خفتن، یا که بین غسل مثلا غسل جنابت رو از غسل غیر جنابت جدا کردن و غیره، نیت رو استفاده میبرند و نیت برای این که عمل رو خاص به خاطر الله انجام دادن استفاده برده میشد، که این کلام سلف همیشه در همین حالت است. و اولین حدیثی که در تمام کتاب حدیث ها دیده میشد انما الاعمال بالنیات، و حدیث دیگری که یبتغی بذلك وجه الله و ینوی بهما ما عند الله عنده الله، انا من به معنای چی است؟ به معنای دوم نیت است. پس بارک الله فیکم، نیت، فرق نیت و اخلاص همین است که نیت از اخلاص یک کمی معنای زیادتر دارد. اخلاص چیست؟ اخلاص اراده کردن یک عمل از عمل اراده کردن فقط الله، عمل را به خاطر الله انجام دادن. اما نیت چیست؟ نیت قصد کردن الله و اراده کردن وجه الله و حرکت کردن به طاعت الله. بارک الله فیکم. پس این بود حلقه حاضره ما در مسئله اخلاص. بارک الله فیکم. البته برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، ما تا حاضر 4 شرط صحت کلمه توحید لا اله الا الله را به شما بیان نمودیم: العمل والیقین، العلم، اولا بخشش، اولا شرط یکمی لا اله الا الله العلم، دومش الیقین، سیومش الصدق، چهارمش الاخلاص، که باید هر یک فرد مسلمان از اینها باخبر باشد و کوشش بکند تا که این شرط ها را به جا بیاورد، از نازکیش باخبر باشد. و ما ضد هر یک اینها را گذاشتیم، به مانند ضد علم این جهل است، ضد یقین این شک است و شبهه است و ریب است، ضد صدق این کذب و نفاق است، و این چنین اخلاص ضد دارد که ضد اخلاص را تا حالا ما به شما بیان نکردیم و ضد اخلاص را از حلقه آینده شروع میکنیم که این شرک است. ضد اخلاص این شرک است که باید هر یک کسی که خود را موحد میگوید از شرک و از شاخه هایش و از نمودهایش با خبر باشد تا که خودش مشرک نباشد. کسی که شرک را نمی آموزد موحد شدنش مشکل است، زیرا که نمی داند که حالا شرک را انجام داده است یا غیر شرک را. پس ما شرک را می آموزیم تا که از شرک دور شویم، بدی را می آموزیم تا که از بدی دور شوید. بارک الله فیکم. پس از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که این همه حلقه های درسی ما را حلقه های درسی مبارک بگرداند و ما را از جمله کسانی بگرداند که به این گفته هایمان عمل کننده باشیم، و تمامی برادران و خواهران موحدی که این حلقه ها را گوش می کنند و این حلقه های درسی را به دیگران می رسانند، تعلیم می گیرند، کوشش می کنند، الله سبحانه و تعالی این برادران را اولا هدایتشان را کامل بکند و الله سبحانه و تعالی برکه علم و برکه عمل و برکه هدایت و برکه رزق را بر آنها نصیب بکند، و الله سبحانه و تعالی ما و شما را موحد بگرداند و شک و شبهه و جهل و نفاق و کذب و شرک و باقی مانده از کفریات را از ما نابود گرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.